ای نور دل و دیده سلام، از نزدیک و دور رسیده سلام، همین برنامه را چشم انتظاری کشیده سلام. ای مادر مهربان چشم انتظار سلام، خواهرکان تشنه دیدار سلام، دادر و برادران بر دسترخوان وطن نان بیار سلام، فرزندکان بر مهر پدر و مادر زار سلام. السلام علیکم و رحمت الله. درود و سلام گرم و صمیمانه بر کل تماشابینان گرامی قدر برنامه پرنده های مهاجر میرسانم. باز هم سه شنبه فرا رسید، باز هم ساعت 19 با وقت مسکو و 21 با وقت وطنی عزیزمان و باز هم در شبکه یوتیوبی از پیام تیوی، از رسانه پیام تیوی با شما گفتگو خواهیم کرد در برنامه پرنده های مهاجر. امروز موضوع امانت نگهداری است. امانت مهاجران نگهدار. امانت چیست؟ امانت این چیز است که بر کسی میسپارد و آن را باید چون گوهره که چشمش نگهبانی کند، با راستی و درستی و وفا، با عهد، با پیمان و با شرفی و با صداقت و صدق و همان را باز بر صاحبش باید برگرداند. دنیا خودش امانت است. دنیایی که در آن زندگی میکنیم امانت است. یگان چیز از خودی ما نیست. فرزندانمان هم، پیوندانمان هم امانت است. در تنتان مهمان شدن درد هم امانت است، گذرنده است. در خاندانتان مهمان شدن بخت هم، ثروت و دولت هم امانت محسوب می شود، گذرنده است، دائمی نیست. البته با غمهایتان شریک هم گفته دست بر کتفانتان میگذارد یک برادر، این هم امانت است، این هم موقتی است. از جانم بیشتر تو را دوست می‌دارم گفتنی یاری عزیزتان هم اینش هم امانت است. البته برای هر کارتان امانت، پولداری کیسه‌تان امانت، دولت و ثروتتان امانت است. یک روز کیسه‌تان هم خالی می شود، دولتتان هم گذرنده است. خیلی سنگ پیدا کرده بود ثروتمندی که در یک طرفش نوشته بود این هم می گذرد و هنگام ثروتمند می دید خسته می شد و هنگام نادار و قشاق می دید خرسند می شد. یعنی دنیا امانت است. منطق همین سخن همین طور است. خب هم پدرتان هم مادرتان امانت، در غفلت نمانید. یک مشت دلتان که با 100 امید، با یک جهان امید تپش می دارد، جان سرک می تپد، گاهی با علم، گاهی با غم، گاهی با خوشنودی، گاهی در کرتهتان نغنجیده می تپد دل. همین تپیدن دلتان هم امانت است. مشت خونه که از تپیدن یک جهان امید داشت، تا در دل بود و آن سوتر نمیدانم چی شد. میرزا عبدالقادر بیدل این شعر را گفته، این دل که گرم میتپد، این دل که گرم میتپد دا کی به همت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. بودن امانت است، غنیمت است گفتیم. خلاص دنیا کاملا امانت است. من این برنامه را نامگذاری کردم، یعنی ما نامگذاری کردیم که امانت مهاجر را نگهدار، تا وابسته بر برنامه ما باشد. امانت مهاجر را، مهاجران امروز گاهی می شود زن و شوهر خانه ندارند، تا دادره که خورده شوهر آیله دار شود زن و شوهر باید به اجاره برایند. هنگام اجاره نشینی بر دلشان میزند، کاری درستی پیدا نمی کنند در وطن و تا که زندگیشان را یک نوع گذرانند و هم پول اجاره و هم پول روزگار را نوک به نوک رسانند، مجبور می شوند بر سفر مهاجرت. اما فرزند دارند، فرزندکانشان را هم قطار کرده برده نمی توانند. اگر فرزند را هم برند در روسیه اجاره نشینی باز هم دشوارتر می شود، چون به عائله سیر فرزند یا فرزنددار کم خانه می دهند. کم حالت های می شود که منزل خود را می سپارند امانت. همین طریق زن و شوهر فرزندان خود را امانت گذاشته بر اهل وطن می روند. گاه فرزندانتان بر پدر و مادر خودتان هم ملال می آید.
امانت نگه داشتن کاری آسان نیست. برای امانت نگهدار بودن اولا مسلمان کامل باید بود، انسان کامل باید بود اولا. ای خدا جان غمگسار، امانت مهاجر را نگهدار. به منزل دور سفر کرده است، از روی مجبوری سفر کرده است، میخواهد نزد فرزندانش باشد، افسوس که اینجوری سفر کرده است. خانه و در و فرزندش امانت، بر نزدیکان جگربندش امانت. میرم از نام بزرگت کردگار، امانت مهاجر را نگهدار. امانت داری این کار آسان نیست، همه صاحب گوهر ایمان نیست. امانت مومن امانت حق، افسوس که همه حقانه، افسوس همه حقانی مسلمان نیست. ای خدا جان غمگسار، امانت مسلمان را نگهدار. شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز برنامه پرنده های مهاجر، شعره که چون هر وقت آماده کردیم که تنظیمگری ما آن را تهیه نمودند با نوارهای زیبای و منظور نظر شما حواله میکنیم. بعدا برنامه را باز هم ادامه میدیم. واقعا لینک گذاشته شده را میدانید، اگر من نگفته هم در پهلوی نوار نگرید، میتوانید وارد شوید، در باب موضوع صحبت کنید تا که موضوع پر را با گفتاری من نگذارد. برنامه از آن شما است، شما باید حرف زنید. این منبری آزاد برای سخن گفتن شماست. من هر وقت خواهم از اینجا حرف میزنم، میگویم هر چی که خواستم، اما برای شما امکانیت کم فرا میرسد. به همین خاطر هم این برنامه را بر شما هدیه کردم. شما زنگ زنید، شما بر همین لینک انگشت گذارید، وارد شوید. طریق ایما هم طریق واتساپ هم با ما پیوندید، حرف زنید. قبلا یک شعر که برایتان هدیه میکنم، این شعر بچه خاطر خودتان را احتیاط کنید. من میخواهم یک سخن خوش را بر شما امانت گذارم، چون که خوش گفتن ها هم امانت است. در همین سر منبر نشستن من هم امانت است. یک روز میرسد که این منبر هم نصیبمان نمیگردد. مرحمت خودتان را احتیاط کنید. خودتان را احتیاط کنید. در دنیا همه چیز امانت، دائمی نیست هرگز امانت. زندگی ما نیز امانت، خودتان را احتیاط کنید. آزرده از دوران نگردید، پابند این و آن نگردید، پاستون جهان نگردید. خودتان را احتیاط کنید. با زمان دو سه دم می شویم، همه رفت و ما هم می رویم. غنیمت که خوبی شنویم، خودتان را احتیاط کنید. دنیا چه گیل است به نهایت، شادی خواهی غم می فزاید. زندگی کردن که می باید، خودتان را احتیاط کنید. اجل رخصت نمی پرسد کو، کم در فرصت نمی پرسد کو. عمر عزیز خیلی قیمت کو، خودتان را احتیاط کنید. دوستانم عطر گل یاسید، با همه خوش در پرس و پاسید. دوست و دشمن را لیک شناسید، خودتان را احتیاط کنید. درد آید جان هم باوری نیست، تن امان هم باوری نیست، با فرزندان هم باوری نیست. خودتان را احتیاط کنید. یابم گیرم برم میگوید، هر قدر باشد کم میگوید. خانم درم بچم میگوید، خودتان را احتیاط کنید. هر دم آخر قریب می شود، شفاعتگر حبیب می شود. حیات یک بار نصیب می شود،
خودتان را احتیاط کنید. خانم، درم، بچم، گیرم، یابم، برم گفته جانتان را در هلاکت نگذارید. خودتان را احتیاط کنید. خب اوکی، نفر وارد شدن میخواهند حرف زنند، شاید عجب به نام خطایی ها مانند است. خب بفرمایند. سلام علیکم اپا جان. و علیکم سلام دادر. گوش میکنیم شما را. ما اپا جان برنامه شما رو تماشا کرده بودیم درباره مهاجرت، پرنده های مهاجر نام گذاشته بودیم برنامه‌تون. راستی ما هم در همین مهاجرت قرار داریم اپا. انا مثال دو فرزند در تاجیکستان مونده، مثال ما هم جا آمدگیم کار میکنیم در مهاجرت، لیکن این حال در شرایط قرار داریم که باور کنی بیاد وضع بین در اینجا کمتر بیماری هم به فکر کرونا ویروس های چیه گرفتگی هم اکنون. راستی دیگه طولی هفته شد که همجا خوابیم، شرایط کمتر وزین تر. باور کنی دل آدم در همون دو فرزند هم در همونجا امانت موندگی ما مثل کشالایده، برای که مثل او فرزند کنم با همین مثل پدرشون در روسیه هر گوهی که مثل تلفن میکنم همونسون مثل فرزند کلانی ما کمتر با اخلترک شدگی 2 ساله. راستی فکر میکنه که پدر وای با هم میره در که با نزدیکی مثل میگه که اوتا کجا دایی میایی نمیایی. راستی دل آدم ریش میشن در دوری غریبی در مهاجرت. همین حالا که شما را گوش میکنند خیلی نفران فرزندان خود را همین خیلی امانت سپارید آمدن، دل آنها هم ریش میشود، از سرش گذشته میفهمد. من هم فرزندان خود را امانت گذاشته برآمدم و شما را خوب میفهمم، خیلی خوب. علامه اقبال میگوید که مرگ مشکل، زندگی مشکل تر است. از انا همین رنج جدایی از فرزند کشیدن برای پدر و مادر خیلی خوب. راستی اگر که خود میشید مثال در همون وطن کار بار میشید، اگر هیچ کس مثال نمیخواد در دور از فرزند و ارزانشون مثال در غریبی، در عذاب، مشقت، در خوری روزش بگذرانه، بله هر روز به دیدار فرزند رسد خوب میشد. البته مثال اگر از همون حکومت دارم، اگر که من مثال در اون مراجعت کنم بگم که یک بار مثال هم فرزندای خودتون در همون خانه‌تان بمونین، یک دورتر یک برو امکانی چه خیل وضعیت شما مثال قرار میگیرین. مثال منصب دارم، حکومت دارم بیرون برن، مثال بیرون از خارج، مثال از کشور بگردن، اگر دورتر از فرزند و زن و خویشون چه خیل حالت در واقع گرفتار میشن، بعد درک میکنن مثال بله اصول خوبه هم هست. در تاریخ حضرت عمر چنین بودند که لباسهای فقیرانه میپوشیدند، در نزد فقرا، در نزد مردم عادی میگشتند تا دانند که از دولت داریشان مردم چقدر راضی هستند. بله. کاش که حکومتداران ما هم از غربت احوال غریبی را میدیدند، احوال پول کار کردن مهاجران را میدیدند. خب صحبت خیلی خوب بود. نفر از ایما زنگ زده ایستاده است، گوش کنیم بعدا باز دوام میدیم، میشه بعد؟ بله شکرم. خب بفرمایید. از ایما زنگ میزند، گوش میکنیم. الو، السلام علیکم. از ایما وارد شدند. خب برنامه پرنده های مهاجر است. موضوع امروزه ما امانت را نگه دار، امانت مهاجر را نگه دار. این یک مراجعت بر خداوند است که امانت مهاجر را نگه دار میگوییم، چون که نگاه دارنده تر از خداوند کسی نیست تا آن درجه. اما بر نفرانی که همچون امانت دار در وطن از مهاجران خانه و درشان را، فرزندشان را و پیوندشان را، مال و جهازشان را امانت نگهدار هستند، باور کرده گذاشته آمدند
بر آنها هم گفته می شود. اگر از جهت سیاسی به این موضوع نگریم، خیلی از صاحبکاران ورزیده وطن هم چون بر غربت سر نهادند، پا نهادند، آمدند کار میکنند، در وطن متاسفانه جای کارشان را، اصول کارشان را، صاحب کاریشان را، تمام همان دارایی کارخانهشان را، امانتشان را میره بایند، خانهشان را میره بایند. باز خائن ملت گفته هم مرکزهای سودایشان را بوده ایستادند یا آتش زده ایستادند، هم غارت میکنند، حوله هایشان را مصادره میکنند، اموالشان را، که با چی عذابهای زحمت کشیده کار کرده یافتند. تاجیک هم در وطنم نوشتن، تاجیک هم در وطن. خب پیوستیم. السلام علیکم. چی شده که صدایتان را نمیشنویم؟ خب خوش آمدید. با دادرکی که اول صحبت میکردیم بفرمایند، اکنون صحبت را ادامه میدهم. با نوبت سخن دادیم. خب چقدر که شما قرد کرده اپا؟ باید با همون نیت امانت های خودمون با پروردگار سپرده آمدگیم. راستی هر شب در فکر هماییم که او در اون خانه تنها چیکار میکنم. با مادر سپاریده؟ بله. راستی در دل آدم هزار یک فکر اندیشه میاد، هزار پرابلم ها هست. خیلی حوالش بر پروردگار نگهبانشان خداوند باشد، از همون آفت های زمینی و آسمانی نگهبانشان باشد. البته دعا میکنیم اگر چشم مادر را خطا کرده دیگران بر امانت ظلم نکند، خود مادر نگهبان می شود. انشالله. مغز دانه کش است برای مادر. تشکر برای زنگتان. سلامت باشه اپا جان. بسیار رحمت برای برنامه خودتون اپا. تشکر شما گوش میکنید. همین هسته برنامه هست. اگر تماشابین نمی داشتیم برنامه هم نمی کردیم. هر یک برنامه را تماشابین تقویت می دهد و برای تماشابین آماده کرده می شود. نه یگان راوی، یگان مجری برنامه برای خودش برنامه آماده نمی کند. البته خداوند نگهبانتون اپا جان. تشکر زیاد. خب تشکر زیاد. کمال دستگیری کردن تشکر میگویم برایتان. همه مهاجر برای رحمان. خب برای مهاجره ما رحمان و فیبدار است گفتند. مهاجر در تمام دولت های دنیا هست، اما اگر از روی فایز زیادی مهاجران نگاه کنیم، در تاجیکستان بیشترین است، خیلی بسیار است. خب دلبر مصطفی علی نوشتند و خودشان بیرون شدند. میتوانید همینجا انگشت زده وارد شوید یا اینکه طریق واتساپ یا ایما با ما پیوندید در مورد موضوع امروزه که امانت نگهداری است حرف زنید. الله مهربان تمام مهاجران را نگهدار باشد گفتند. تاجیکم را نگهبان باش. لالا تریک نوشتند. خب جناب عالی زنده باش نوشتند. SSSR اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با نام سابق. خیر جناب عالیتان هم زنده باشند. البته زنده باشند که زنده بودنشان هم خیلی یک چی دارد، یک منطق همین برنامه هست که اینقدر امانت گذاشته آمدهشان، امانت نگهداری ها، اینقدر دوری از فرزندان، این همه وابسته اوست. یک حدیث خوانده بودم اونجا گفته شده که اگر بر سر شما راهبری بر 10 نفر از جایز شده باشد، یعنی شما راهبری همگی 10 نفر باشد و یکی از آنها از شما ظلم دیده باشد، فردای قیامت ظلم شما زنجیر پایتان خواهد بود و تا مظلوم از گناهتان نگذرد جای شما تعیین است. جای شما تعیین است و مضمون این حدیث هم تعیین است. البته در شبکه اجتماعی فیسبوک خوانده بودم. امانت مسلمان را نگهدار.
امانت چیزی است که بر کسی میسپارید، در امن او میسپارید و او را آن نفر امن نگاه میدارد و بر میگرداند. همین امانت گرفتهش را هنگام رفتید بر دست شما بر میگرداند. مضمون امانت همین است و اگر فراختر دامن موضوع را گسترده تر کنیم کاملا دنیا را امانت گفتن ممکن است. خب به حقارت، به قباحت حرف ها اگر در پیامکان نمیسید البته میخونم ماجری فارسی. از واتساپ زنگ میزنند، بفرمایند. مرحمت. الو سلام علیکم. و علیکم سلام خواهر جان. زنده باشین. سلام خود را به کل مردم مهاجر میرسونم و تشکر. امیدوارم که همیشه در پناه الله باشند. بسیار تشکر. خیلی شما موضوع خوب را انتخاب کردین. امانت مهاجران را نگه دار. خب من گفتنیم که آره در تمام کشورها مهاجرت هست، اما از کشور ما که اهالی ما کم است، مثلا 10 میلیون هستیم، زیاده از 2 میلیون من مهاجر است. در خیلی بدر بسیار. میگردیم. آره این نه کارخانه داریم و نه یک امید داریم و اکو امید ما به همین دولت های خارجی است. جای کاری درست نیست که کار کرده در همانجا تامین کنند. برخی نمیفهمند، میگویند به مهاجرت نرود بود، در همینجا طاقت کرده شکرگزاری کرده فرزندانش را بانی کند بود میگویند. اما اگر نشود مجبور کسی برای اونجا دلخوشی کردن نمی رود بر مهاجرت و همگان میدانند که اونجا پولی بسیار در درخت ها میوه انداخته نیست که چینده می آیند، زحمت میکشند، میدانند که دشوار است اما باز هم می روند چون که مجبور هستند. خواهر جان امانت گذاشته آمدید بر نفره خانه و جا و آره در اونجا فرزندای ما امانت است. امانت باید دولت فرزندای ما را خوب نگاه و بین کند، از امانت ما نگهداری کند. اما متاسفانه ما اینجا هستیم فکرمان در فرزندا است. در اونجا امنیت ندارن، حتی فرزندای خرد ما امنیت ندارن، از امنیت تامین نیستن. چیکار کنیم دیگر ما؟ امنیتشان هم تامین نیست. بله باز فرزندان مکتب رفت که شدن خراجات مکتب، در باغچه باشند خراجات باغچه، خوراکشان، پوشاکشان، دارو پولیشان. یک پسر دارم 2 روز است که مکتب می رود. باور کو اپا جان 2 روز است، صنف 1 باید از همین صنف برود. 2 روز است که برای آموزش میبرند. روز یکم رفتند، روز دوم رفتن برای من زنگ زدن میگد که معلمه گفت که پول بیارین، پول دفتر، پول روچکه، پول لباس. گفتم آخه تو با معلمه بگو که مرا از روسیه مادرم همه چی فرستاده است. میگن نمیشد، اینجا فرما یگانه بوده است. آخه سواد او را نگاه نمیکنن. الکی امروز دوم روز است برای من زنگ زدن میگویند که پول بفرست. آخه ما نمیدونیم چی کار کنیم، از کجای پول میشد و صنف 1 است، پول چی کار میکند؟ حیران میشه. درست هنگامی که در دست کودک پول هست فکر کودک دیگر بند همان پول میشود، از آن بیرون نمی آید. نفر از واتساپ زنگ میزنند یا ایما. خواهر جان باز زنگ دیگر را همراه شما قبول کنیم، بعدا با شما هم صحبت دوام میکنیم. باشد من منتظرم. خب نفر دیگری هم قبول میکنیم تا که بسیار در نباشند. ایما بله. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. و علیکم سلام. بله برادر گوش میکنیم شما را. سلامتیتان سال ما در مهاجرت. خب سفر بخیر باشد. کار شدیم برای کار. خب خونه پول رای کنیم میگیم زندگی قین اونجا. میفهمم. بله جان خود را امانت گرفته برآمدید در دستتان. همین خیر. خب
در وطن امانت دارید؟ در وطن امانت دارم یا فرزند. همراه همسرتون برآمدید به کار؟ من تو آمدگی موزی. بله، او هم امانت است. زن و فرزندان خود را به وطن امانت سپارید آمدید. خب برای کار میخواهم برایتان درباره موضوع برنامه یگان حرفی گفتنی دارید برادر؟ حرفی گفتنی ندارم. هر که خونه دختر من در تلفن بینم 1 ساعت دیگه میکنم. خب خداوند خرسندی ها را هم نصیبتان گردانیده باشد. من میفهمم که دوری چیست. پدر مادر که دور از فرزند شدن خودشان در کجای دنیا دلشان در بری فرزندان است. من این را خوب میفهمم. برای زنگتون تشکر میگویم برادر. هم طریق ایما خب طریق ایما هم طریق واتساپ هم زنگ زده میتوانید. با چهره خود در لینک زیرین وارد شده هم میتوانید با ما هم صحبت شوید. مورد موضوع گفتگوی داشته باشیم. همین موضوع را چگونه انتخاب کردم؟ یک خواهر جان از واتساپ زنگ میزند. خب یک خواهر جان مدینه شکرآور گفتند که من 5 فرزند دارم، پای هم 5 دختر. وقتی 5م فرزندم دختر به دنیا آمد من مجبور شدم که برایم کار کنم، چون که شوهرم در وطن کار پیدا نکرد. در روسیه چه قانونشکنی کوچکی شده که او را از روسیه بیرون کردن، یعنی دیپورتاسیون کردن. و همین طریق من خودم به روسیه آمدم. همان 2 ساله که مانده آمدم امروز صنف 8 میخواند در وطن. 14 سال گذشته است. 14 سال باز در روسیه مادر کار میکند. برای 5 دخترش پول میفرستد. همسرش در آنجا کودکبانی میکند. دنیا عجب دنیای شده. و خب الان در خط علاقه مرحمت ایما است یا واتساپ؟ واتساپ مرحمت نفر زنگ زده ایستادن. من منتظر بودم اپا جان. معلش من قد میکنم تا دیگرها صحبت کنن. تشکر برای چنین برنامه‌های زیبا. امیدوارم که باز در آینده هم صحبت میشویم. ها خواهرک که منتظر بودن. من منتظر بودم. باره گفتم که صحبت را ادامه دهیم. به حد خوب، بسیار زیبا حرف زدید. تشکر که زنگ میزنید و گوش میکنید ما را خواهر جان. با شما هم سلامتی خواهیم. در پناه الله باشید. خداوند نگهبان شما هم باشد. البته تشکر تشکر برای سخنهای نیکتان. تشکر. خب اسد امینف. خب دیگر غوغای روز محشر برای اینجا جنگ و خرقشه رفته ایستاده است و پیامک ها دقت نمیدهیم. دیگر ما خودمان مورد موضوع گفتگو میکنیم. میتوانید هم با ایمو هم با واتساپ هم طریق همین لینک در آمده با چهره خود یا با نام و نسب مستعار با ما حرف زده باشد. با تخلص یعنی که امانت نگهداری. موضوع امانت مهاجران نگهدار. همین خواهرک بر من نوشتند که 5 دختر را گذاشته آمدم و دختر کلانیشان عروسی کرد. عروسیش را نتوانستند ببینند. تبریک کردند از روسیه ایستاده. بسیار میخواستند که روند در توی عروسیش، اما گفتند که پولی که من برای چیپته هم از روسیه به تاجیکستان هم از تاجیکستان به روسیه صرف میکنم، یک قسمت از جهاز عروسی دخترم را میبردارد. دشوار است که جهاز آماده کردن. من نرفتم. طریق تلفن تبریک کردم، زنگ زده. انا این خیلی آیله ها هستند. این خیلی امانت ها هستند که خداوند خودش میداند و همان کودکچه ها میدانند که در کودکی شاید خبر کشیده هم نمیتوانند بر مادر سرفهم تلفن هم نرفتند. این 2 ساله چی طرز کلان شد؟ آیا عین حال مادرش را میشناسد؟ آیا در خاطر دارد روی مادر، بوی مادر، چهره خوشروی مادر را در خاطر دارد؟ ترسنزاده یک شعر داشت، در خاطر دارد. مادر میگفت در کنج لبش یک خال داشت، کلچرو زنجیر مو، در قد و قامت چون نهال، گر سوال آیت از مولا زبانی لال داشت. مادر را در خاطر نداشت، از دیگران میشونید.
این حال کم نیستند کودکچه های در وطن. بله گوش میکنم. السلام علیکم. السلام علیکم. سوزین خادی عزیز، سلامتی خوب، نفس، فرزندو همه کسا خوبین. بله الله تشکر. مهربان شما را نگهبان باشد. من قبلا میدانستم که خواهرکان باز بیشتر زنگ میزنند چون که موضوع بیشتر دلرسی همین عزیزان است. اما خوب شد پدرها هم زنگ زدن، معلوم که دل بیحد مهربان دارند. مادر جان گوش میکنم شما را. خب آوازتان بیزیب آمده ایستاده است. برای چی؟ من صدای شما را میشنوم، خیلی خوب میشنوم. خوش خروش. شاید جهت تکنیک یگان ناسازگاری بود. صدای شما را میشنوم خواهر جان، گوش میکنم. بله خواهری عزیز، و شما خوشبختی میخواهم. به حدی برنامه خوب دارید برای مادرای تاجیک، به همه مادرای تاجیک که در شهر غریبند. الله مهربان همه اکشون را نگهبان باشد و شما هم نیز نگهبان باشد. الله مهربان. در غریبی البته قیند به حدی بد قیند، عذابی کار، عذابی بیکاری در تاجیکستان هم که باشد قینده. البته پریشان شدیم در همین شهرهای غریب پریشان. ای پدر و مادر دور، مادری عزیزم گذشت، من نتونستم برای مادرم برای مادری جون نتونستم که روامو ناله کنم. تو دیگر به پیش همدن در نمی برای، تو دیگر به شیوه خود بر ایمان نمی سرای. پسری عزیزم آمد، پسر غزل نویسم. دختری عزیزم آمد، دختری مسافرم مهاجرم آمد. پول کار کرده آمد، دست رو خان پر کنم گفته رفته بودو مادر را بایداد. گفته دیگر برآمده نمیتواند مادر. یک شعر بود. فرشانت لازم نیست، دسترخوانت لازم نیست، دو تا نانت لازم نیست. مادر من آمدم گوی. گفته مادر بر فرزندش میگوید. فرزندش من آمدم گفته در آمده بیاید. دو تا نانش هم پول مهاجرتش هم لازم نیست گفته. اما باز هم علامه اقبال را میگویند که گفته مرگ مشکل، زندگی مشکل تر است. من شما را میفهمم خواهر جان، اثرش گذرانیدن میفهمد. کسی که در وطن کیف و صفا کرده میگردد و امروز در پیامک حقارت میدهد، از او چه جای گله که ندیده است و نمیداند، به او رحم باید کرد، از او خفه شدن هم نمیارزد. مادر جان اندک تسکین یافتید، مرحمت حرف زنید. سبکه بدید اتان. ببخشه. با تقبل. خب من همین در برنامه از نفرانی که وصاف و مداح تعریف و توصیف کننده مقامات های کشور شده برآمده اینجا پیام می نویسند، خواهش می کردند که شما هم در مورد موضوع حرف می زدید، شما هم فکر و اندیشه خود را زنگ زده می گفتید چه خوش می بود، یا بگو یا بشنو، گفت و شنید است اینجا گفته بدل. ما در مقابل حکومت چیزی گفته نایستاده، ما در باب امانت حرف میزنیم. بکن خدمت مسافر را ثواب است، ثواب خدمت او به حساب است. کشیده در سفر او رنج بسیار، از این خاطر دعایش مستجاب است. گفته نوشتند صبر، با تخلص صبر برآمدن. دعای مسافران مستجاب است. درست دعا میکنیم که باز آنهایی که با قباحت و حقارت نوشتند در پیام، دعا میکنیم که خداوند بر آنها هم زبان خوش نصیب کند، یک فصاحت و بلاغت سخن بر آنها هم نصیب کرده باشد.
خب برای اشتراک در برنامه می توانید بر لینک زیرین وارد شوید یا طریق واتساپ و ایمو با رقم های زیرین هم زنگ زنید که گفتگو کرده باشد. خواهر جانی که اشک می ریزند برای مادر، شده مرجان چشمانتان را نگهبان باشد. نگه دارید، خود را احتیاط کنید. شما هم مادر هستید، شما هم برای فرزند خود خیلی لازم هستید. پدر مادر باشند مهمان بودند، ما هم مهمان هستیم. دنیا گذران است، دنیا همین خیل ما آمده ما می رویم. دنیای سودا بگذرد، اندوه دلها بگذرد، هم نوبت ما بگذرد، اما به زیر آسمان چون قله بام جهان نکی بماند جاویدان. یک سخنی نیک گفتن هم در باب موضوع این جاویدانه در شبکه های یوتیوبی میماند. پرنده های مهاجر که نوشتید البته یک موضوع با موضوع میبراید، میتوانید وارد شوید تماشا کنید. در باب امانت حرف زده ایستاده بودیم، درباره امانت نگهداری حرف زده ایستاده بودیم. در شبکه فیسبوک بر دوستانی که در یک گروه حضور داریم نوشتم که امانت داری است. روزی گذشته نوشتم و یک برادر نوشتند که من خانه و درم را گذاشته آمدم، اما چی شده که یگان جهاز در خانه باقی نمانده. واتساپ زنگ میزنند. مرحمت. سلام علیکم. و علیکم سلام. برادر یا دادر هستند؟ بفرمایید. پدرم برنامه شما ما گوش داشتیم، گفتیم از زنگ زنیم در دل خدمانه بگیم. بسیار خوب. مرحمت دادر. اپا ما همون نمو پدر و مادر پیر مونه مونده اومدگیم، نه در قشلاق زندگی میکنیم. حتی زنگ به اینترنت میگی اما رو شبینی میگی نمیتونی دیده. بله ضعیف است صورت اینترنت در تاجیکستان. همون اینترنت از سومت میخرید، همون خیصله بیا همون اینترنت که تو همون آی پیش دیده نمیتونی. همون آدم را میگی با صورت چقلا بینو میگی در مسافرتی تو همون صورت چه دیده نمیتونی. بله با دیدارشان زار میشود آدم در غریبی. درست. کسالن خوان تو میگی بینو نمیتونی دیده. بله مادر جان میدانید در دنیا کسی مهرت را نمیورزد، کلانترین شهر غریبی بر حولیچت نمیارزد. اما از نزد کرمل مسکو بگذارید هم بر همان درخت توتچه روی حوله تاجیکی یا همان تپه های کوه و ادیر تاجیکی نمیارزد، چون که وطن است خون نافمان ریخته. تاثیرناک است دادر جان بر همون مادر. یک سال 11 ما در همینجا بودم، خیلی رفته بودم 2 ماه 2.5 ماه ایستادم، الکه اوجه پول تمام میشه قرض میره. با قرض میکنیم خیلی میبیم. یک قدر و قیمتی پول هم نمانده، اما یافتنش دشوار. پول همین خیلی چیزه که گم کردنش آسانه، یافتنش خیلی دشوار است. نه خیلی چی بعد دو همه مردم مهاجر بیچاره برسن، همه بیچاره زن و فرزند و پدر و مادرش پرتوفته آمدگی در اوجا اقلا کار نیافته. همه مردم با کار تامین نکردن در همیجا در روش آسانتر کنن. مسئله در کجا چه مسئله دیگه شبینه نه برای آسانتر خیلی مردم کار کنن. خیلی نرخ نوای همه بلیت ملیت چه ارزان کنن که مردم بیچاره بیا آخه. درست میگوید. هم چیپتا قیمت، هم پول میفرستید اهل وطن را تامین میکنید، هم در روسیه از حساب مهاجران پول کار کرده روس ها را تامین میکنند. باز هم خدمت اینها را میکنید، برایشان بنا آباد میکنید، خانه میسازید، در خونگی کوچه هایشان را تازه میکنید. همه بارگران زندگی برداشت مهاجران. یگو ملت با هم با سوز همین توجیک بیچاره یگو ملت با ملتی خیلی به قدر در عذاب سخت‌ترین عذاب همین توجیک کرد. بله به صاحب برین. ما هم گذار داشتیم از روسیه دیده آمدیم، یک ملتی به صاحب برین. اگر بر سرش یگان خدا نکند و یگان بدبختی افتد، یاری دهنده کمک کننده هم نمییابد. درست میگوید. همدردم به شما دادر جان. نفهمیدم افا. پدر مادر پیرتان یگان سلام و درود گفتنی هستید؟ شاید همین برنامه را تماشا میکنند یک روز.
سه خفه در جای ما و اینترنت تا درجه چیه که حتی ایکیجو مثل خیلی او سین سالشون رفتگه که بلوی جوگن ایکیجو میتونن تماشا کنن چی کنن. انا تا همین درجه ما امید برکندیم. همین به مثل همین پدر و مادر ما چه خیلی آواز ما را میشنون گریه میکنن. همین من فکر میکنم که ما توقع نیستم میلیون همین اگر 2 میلیون مهاجر باشه ممکن همین 2 میلیون هم در غم فرزند دیگرش هم خیلی بله برادر جان. ریزه. مادرتان در جایگاه خوابند گفتید، در همین جایگاه خودشان در جایگاه خیالشان گرد همون روسیه دور زده میگردد. اگر خبری شنوند که در کدام یک شهر روسیه سوختار به وجود آمده، گمان میکنند که عیناً شهر همین پسرشان بوده است. مادر که هست دلش تا کجاهای رفته میآید. دادر جان تشکر برای زنگتان. رحمت کلون افا برای برنامه‌تان. برای شما تشکر که گوش میکنید. همین بار دیگر میگویم تماشابین و شنونده هست که برنامه هست. وسایت اخباری عامه را خب وطنداریم و لیک دور از وطنیم گفته نوشتن. خب وسایت اخباری عامه را یک زمان کدام یک سیاستمدار یا کدام یک روزنامه‌نگار گفته است که این حاکمیت سیوم است، اما بعدتر گفتند که نه، این هم یک نمود تجارت است. یعنی آنچه ما میگوییم این یک محصولات است، محصولات ذهنی است و مورد قابل قبول مردم باشد، مردم قبول میکنند، در آن اشتراک میکنند و اون را تحمل میکنند، تناول میکنند در ذهن خود، و اگر معقول نیست رد میکنند، یعنی از یوتیوب بیرون میشوند. همینطور گویا تمام دنیا را با یک مرکز بزرگ سودا مبدل کردند. در هر زمان مشرک و منافق هستند، رنگ چاپلوس ها نوشتند. همین کلمه چاپلوس اول نبود. وقتی ما مکتب میخوندیم، بعد از مکتب هم اینقدر سال تجربه آموزگاری هم داشتیم، کلمه چاپلوس نبود. چاپلوس همین سالهای آخر پیدا شد و خیلی کلمه مشهور شده رفت. اول بود کلمه مداح بود، مداح هایی که درباره پادشاه در وصف شاه شعر میگفتند. بله، شاه را میگفتند آفتاب بود، ماهتاب بود یا دیگر و دیگر بود. همین عنعنه دوام یافته ایستاده است. تاریخ هم دور میزند، همه چیز دور زده میایستد. خب هر نفس اندر غریبه من به یادت زیستم، من به یاد آب و خاک بی بهایت زیستم. ای وطن ای افتخارم، من وطن دارم، وطن دارم. مهر پرو. خب شعر خوبه. ای وطن گلشن توی، گرم تماشای تویم، اندلیب خوشنوای بزم گلهای تویم. به تو در جمعیت انسان کجا ذوق و هوس. یک شعر چنین به خاطرم آمد، قریب هم وزن است. خب رستم زیوف نوشتند که سلام خواهر جان، هرچند کوشش کنم در آمده نمیتوانم. گفتند وارد شدن همین لینک هست که زیر نوار بر آمده، همین خیلی انگشت رسانید وارد میشوید. اگر تلفن سنسوری باشد وارد شوید میشود حرف زده، یا طریق واتساپ یا ایمو هم با همین رقم ها زنگ زده گفتگو کرد نمیتوانید. قیمت نیست، همان نرخ یک ماه اینترنتی شما مبلغ زیادتی خرج نمی شود. من در کوچه حال خوب ما را غریبی کسلی دادر جان، در آواز گلگل دار جانم، من هم یک بی سرپناهم. رستم زیوف شاید از بدخشان زمین باشند، گفتارشان همتای بدخشانیان است. خداوند بر بیماران شفا، بر قرضداران رها بخشیده باشد گفته. دست دعا بردارند نفرانی که ما را گوش میکنند. بیشتر شنونده های ما غریبان هستند و چنانه که نفر نوشتند با نام صبر، خدا دعای مهاجران را قبول میکند، مستجاب است دعای مهاجران. فضل‌الدین نوشتند سلام خواهر جان، بهترین، الله نگهبانتان باشد. بهترین برنامه، من میخواهم که همین برنامه بهترین باشد، کوشش میکنم بهترین باشد. من بعد در برنامه چی ها را دیدن میخواهید، در کدام موضوع صحبت کردن میخواهید، اینش را هم اگر خواهش کنید با جان و دل اجرا میکنیم. نوری دیده خواهش شما، نوری دیده تاجی سر. برنامه پرنده های مهاجر است برای مهاجرکان موسمی ما که اول
زمستان بر وطن رفته، بهاران بر روسیه می رفتند. عین حال زمستان هم پرنده های موسمی نه، سال برگرد هم نه، یک چند سال برگرد شده ماندن. افسوس از حال مهاجر که در یک چند سال یک بار برمیگردد. سخت است. میدانید کدام حالت وقتی که از در وطن در آمده می روی، برای مادرت هم سودا گرفته می روی، برای مادر هم سوغا گرفته می روی، سوغاتی که محض برای او یک روی مال است یا یگان انگشتری طلاست، یگان چیز دیگر است، یگان شیرینی است، با قدر قدرت توانت میبری. اما بر تو خبر ندادند که دیگر مادر رخت سفر بسته به تمام. از در میدروی که جای مادر خالی است، همان کنج صندلی که مادر می نشیند خالی است. یک خواهر جان گفته بودند، خیلی پرتاثیر گفته بودند، وقتی بر وطن رفتند مادرشان در کنج صندلی به دیوار فقط تکیه کرده می نشستند و خانه تاجیک خیلی دود پیچ می براید، دو پیچکه‌ای که در آن انگشت می سوزند، از صندلی گاه دود 1000 اسپند می براید، اسریق می گند در بعضی جاها و همین دود برآمده بر دیوار خانه می نشیند. مادر که تکیه کرده می نشسته است، همین ایزی تکیه کرده نشستنش در کنج صندلی، ایزی تنه مادر مانده بوده است در دیوار کنج صندلی. میگوید رفتم که نیست، ایزی مادر را پلماسیده با دستم لمس کرده گریه کردم، چون که نبود با همان ایزی مادرم گفتگو کرده گریه کردم. خب دلم ریش شد. مرحمت نفری را میپیوندیم. پختزار. سلام علیکم. و علیکم سلام. درباره به خاطر ما. خب سلام با کل شنوندگان شما، سلام با کل مهاجران. و علیکم سلام. مهاجرین امانت در تاجیکستان هستند. خب 3 سال شده که فرزندم دیدم. خیلی برابر. گفتم شاعر آماده نمیتونیم حال چی میشود عاقبتش. این حال در جای همه کاری که می‌کنم در همجا خوابم. یعنی منزل علاهیده خوابگاه نیست دیگر؟ هست که او منزل علاهیده را او لای شهر میره. اما راه هم دشوار است. دشوار است. بله میفهمم. دکمن نیست که به دکمن میقپن محکم میدن. غربی هم یه عاقبتش نمیدونیم چی میشه. بهترین برنامه که اپا جان خداوند نگهدار تو باشه، اما وقت هم با مردم باشه، ما هم باشیم. تشکر دادر جان. سلام علیکم. آن که از بین مردم برآمد و مردم را عزت کرد، قابل عزت مردم میگردد. من غریبم ای خدایا، جبر بر جانم مکن، از فراق نزدیکانم دیده گریانم مکن. دست و پای سالمم ده تا که یابم رزق خود، پیش مردم منتظر برده نانم نکن. نوشتن خوب است که بر ما تقویت برنامه شعرها هم نوشته فرستاده ایستادند. خب صدایتان عزادار بر این گفتن. آخر اینجا زن گریت رقت آور است، مرد گریت دهشتناک است. میگویند مردان با صدای گریه آور زنگ میزنند و این دل هر یک برنده هر یک برنامه را هم ریش کرده میتواند. بسیار افسوس که در غریبه مردم در چنین حال هزارند. من طبع شما را خیره کردن نمیخواهم مهاجران عزیز، مسافران گرامی قدر، نانبیارکان وطن، آبرو و اعتبار وطن، نگهدارنده سر بلند وطن، شکم سیر و دسترخوان پوری وطن. این همه بر دوش شما بار است. بارتان وزنین است، بار کتفانتان وزنین است مهاجران عزیز. بیهوده نانبیارکان نمیگویم. همین تویی که در تاجیکستان میشود تمام همون خراجات توی را کتف مهاجر برداشته است. خودش نمی رود،
خودش نیست در توی. دیگران رقص و بازی میکنند، دیگران سرفرازی میکنند، اما مهاجر کار کرده میفرستد. از این ما زنگ میزنند. بله. الو، السلام علیکم. و علیکم سلام دادر جان، گوش میکنم شما را. سلامتی خوب اپای عزیز. بسیار تشکر، مینتدار هستیم. بهترین برنامه، خداوند همیشه سربلند و با ابرو باشید. مینتدارم. ما هم در چندین برنامه شما اشتراک کردیم، صحبت کردگی هستیم و میخواستم ایشو با صحبت کنیم. ما هم گفتیم چقدر امانت، چقدر مثال امانت داریم. ما الحمدلله 4 فرزند در تاجیکستان هست. خداوند نگهبان باشونه. ما هم یک 3 سال زیاد میشه در اینجا در غریبی، دور از فرزند و از دور از وطن. خداوند نصیب و روزی بگردونه که همون یک سلامت به وطن برگردیم. و یک شعر خوانده بودم، میخوام که همون شعر با بخونه و این شعر من خدا نوشته بودم. بفرمایید. بهترین. همون شعر میخوام که با بسم شما برسانم. البته خیلی خوب میشد. مرحمت. بله. یک بار دیگه من این شعر به شما خوانده بودم. در غریبی ناله های زار دارد این دلم. در غریبی ناله های زار دارد این دلم. ناله ها از جگر خونشار دارد این دلم. در غریبی یک روزش از بران سال بود. من نمیدانم چرا این دلم غرق غبار بود. در غریبی دورم از یار و دیار، از برای یار و دیار چشم انتظار. ای خدایا باز گردان بر وطن، بر نزد یار و دیار دلپسند. من غریبم، من غریبم، من غریب، دردمند و موسمند و بی طبیب. ای خدایا 1000 بار شکر به درگاه تو از جان و دل. رحم کن بیش هر کس و ناکس نباشم منتظر. ای خدایا در غریبی سرگردان مکن، از برای پول ناچیز خانه ویران مکن. ای خدایا شاد گردانی این دل خسته را. ای خدایا از غم آزاد گردانی این دل خسته را. بهترین. شکر گویم باز گشتم بر وطن، باز دیدم یار و دیار دلپسند. ای خدایا در دیارم کار فراوان شود، مشکلی تاجیک من روز آسان شود. کاش دیگر ما نگردیم در غریبی خار و زار، تاجیکستانی عزیزم گلگل شکوفان شود. ای خدایا در دیارم کار فراوان شود، مشکلی تاجیک من روز آسان شود. در دیارم هست طاهر نوقلم، نوقلمی های طاهر شعرها و داستان شود. خب طاهر رحمت به دقت. بهترین. خب شعر سفید گفتن کمتر که از عروض اگر برخوردار شوید شاعری بهترین شدنتون هم ممکن است. کافیه هایش همه در جایش، مضمونش خیلی خوب است. طاهر معنای نامتون رو میدانید؟ طاهر تازه، من اساس نام من محمد طاهر. محمد معنیش که محمد تازه، محمد زیبا، محمد تازه میشه. طاهر تازه میشه، تازه میدونم معنی نام. درست است. بهترین. اگر تقویت دهیم کمتر نام رو متحر میشد، یعنی پاکیزه. خب اسمت سپوتنیک، السلام علیکم اپا جان نوشتند برای برنامه خیلی خوبتان سلام و خواهرم مهریما خان رسانید. شاید مرا حالا تماشا دارد. انشاءالله میایم غریب نزد شما. طول 3 سال است دور از پدر و مادر. خب یک پیام خواندم تا با شما گفتگو داشتم. شعر خوبی داشتید طاهر جان دادر. رحمت خداوند اپا عزیز مایلش خیر. خب صدای خیلی خوبی هم هست. اگر بینید در شعر گفتند که در وطن کار فراوان شود. بینید مهاجری عزیز، در وطن پول فراوان شود، در وطن دیگر بایگری ثروت شود، نه کار فراوان شود. گفتند باز هم کار میخواهند. همین گیل تاجیک را به فکرم خداوند با کار سرشته تاجیک آفریده که میخواهد کار کند، زحمت کشد، کار کند. فقط کاش که همگان به قدر مهنت و زحمت و کاری او برسند. خب خواهر جان عزیز، الها دستی کم را نبینی، همین خیل برنامه زیادتر کنید. خواهران اسلامی من نوشتند ادریس سیدов. تشکر ادریس جان. برنامه را زیادتر میکنیم البته. و 5 سال
خداوند صبر مرحمت از واتساپ زنگ میزند. خب این ها استودیا خیلی خیلی گرم است. مرحمت کسی حرف میزند؟ سلامت باشه اپا جان، در امان خدا نگهدار تو باشه. تشکر. در جا معذرت میخوایم، من گمان کردم شما بیرون شده و گپ را دیگه جا بردم. برنامه را ادامه میدهیم. پرنده های مهاجر نام دارد برنامه ما و امانت مهاجر را نگهدار. امروز موضوع برنامه ما امانت است. اسامه نام زیبای خب بله دادر گوش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله دادرم. بفرمایید. خوب هستین؟ بخیر انشالله. البته شکر خداوند. شکر خوب آفر. الحمدلله شکر. بسیار برنامه خوب زیبا. بسیار خوشحالم که این برنامه ها زیاد شوند و هم مردم بیدار شوند. از خوب غفلت خیزن مردم. از خواب گران خیز. از خواب گران خیز. اقبال لاهوری. بله بله. فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم همه ویران از چینگیزی افرنگ، معمار حرم باز و تعمیر جهان خیز. از خواب گران خیز. مردم از خواب گران خیزند. یعنی این آب دیده که در عین حال خواهرکان ما دادران ما میریزند در یاد امانتی در وطن گذاشته فرزندکانشان پیوندانشان نفره را باعث بیداری شده باشد گفته. بله ما هم خیلی شید مهاجرتیم اپا جان. طول 6 سال میشه از وطن دوریم. از پدر، از مادر، از برادران و با هم اویلوی هستیم و فرزندان. بله افسوس. مهاجری سخت است. بله مهاجری سخت است. زیادی پدر میکنیم مادر میکنیم. بله شاعر گفته سخت است ای برادر، غریبان را نکو دار و نیازار. بله سخت است. بله دشوارترین شاید عذاب باشد که غریبان دارند. خب الان نگهبان تو موشد جان. نگهبانی شما هم باشد. زندگی را راه گفتم چاه بوده با دریغ. و علیکم سلام و رحمت الله. زندگی را راه گفتم چاه بوده است و دریغ، حاصلی بود و نبودش آه بوده است و دریغ. آرزو کردم که من با خنده سازم زندگی، خندم را گریه ها همراه بوده است و دریغ. آخر خنده ها همین شکر هم اگر سخت تصفت تلخ می شود، بسیار شده رود تلخ می شود و خنده هم اگر بسیار شود به گریه مبدل می شود. می گوید همین غم و کلفت اگر همتا یکدیگر یعنی توأم یکدیگر پای هم آمده زندگی را رنگین کرده باشند خوب است، اما افسوس که مهاجران عزیز ما را خنده کم مهمان می شود، شادی کم مهمان می شود بر لبانشان. آه دریغا از این حالت. برنامه پرنده های مهاجر است. باری دیگر خاطررسان میکنم امانت مهاجر را نگهدار موضوع امروزه برنامه ماست. نفرانی که در مهاجرت امانت خود را به وطن گذاشته آمدند، نه فقط فرزندانشان را، خانه و درشان را، مال و جاه و جلالشان را همه را گذاشته آمدند. بسیار مهاجران همین در همراه ما در اروپا هستند. صاحبکاران ورزیده هستند که از آنها کارشان را همراه بودند، مرکزهای تجارتیشان را همراه بودند، صاحب کرده گرفتند و همه اینها امروز در غربت هستند، در غریبی هستند. برایشان واقعا تاسف میخوره، واقعا غم انگیز است. میتوانید طریق لینک وارد شده باز هم گفتگو کنید. من میفهمم که آنهایی که در وطن امانتشان را گذاشته آمدن فرزندانشان را، میفهمم که زنگ زده گپ زدن دشوارتر است.
خصوصا برای مادران زنگ زده گپ زدن دشوارتر است. همین که یک دادر زنگ زده گریهشان آمد، این علاقه معلوم است که غایت علم، غایت درد و آه افسوس علاقه مرز تحمل را عبور کرد و دیگر صدایشان گریه آور شد. من این را خوب درک میکنم. من در غریبه اپا جان گفته شاکرف ایوب جان نوشتند سلام علیکم و علیکم سلام. بله، صحبت همین نفرانی که با ما حرف زدن میشنوید در حقیقت دردی که در دل دارد باز هم دوچند میگرداند. شاید از خواب گران بیدار شوند. گفتند دادر اسامه یک شعر بود: شد جمیع خانه هایت بی پدر، مادران از پشت روزی در بدر، کودکان از حال دنیا به خبر، خاک کن خلقی عزیزم الله یا الله. این البته که چی بود؟ با سنتی ملیح و قبیح میگویند گویا الله است، اما الله بیدار کننده است. بر فرزندانتان باید افسانه های گوید که بیدارشان کند. امروز همین افسانه های بیدار کننده را هم نمیگویند. امروز مادر تاجیک تمام روز همکاری مرد و همکاری زن را کرده، در نبودن شوهرش روزگار را تامین کرده ایستم. گفته آنقدر خسته می شود که بر فرزندک عزیزش الله گفته خوابانده هم نمیتواند، افسانه گفته هم نمیخواباند. فرزندان خودشان از کوچه یا سکیچ و دیگر قلم و دفتر فروخته می آیند یا چیز دیگر در کوچه یا عرابه می کشند که آنقدر خسته می شوند که افسانهشان برآمده می رود می خوابند. دیگر سر با بالین میگذارند که چشمشان خود از خود پوشیده می شود. شاید تا سحر افسانه گله کبود ظفرخان جوهری، سهیل جوهری زاده برین، شاید تا سحر روزهای خوب و آسوده را خواب دیده صبح دم برخیزند. خواب نباشد، بیداری باشد، روزهای خوش و آسوده بر کل هموطنان عزیز ما. 1 ساعت رسا شد از آغاز برنامه و فرصتی برای این برنامه جدا شده هم پایان پذیرفت. هر آغاز انجام پذیر است. بر نفرانی که وقتی پرقیمتشان را دریغ نداشته با ما بودند، نفرانی که همین لایک پرقیمتشان را رایگان باشد هم برای ما پرقیمت است، گذاشتند تا دیگران هم برخوردار از برنامه باشند. نفرانی که زنگ زدند و درد دلشان را گفتند و همدردی با ما اظهار کردند یا ما همدردشان شدیم، برای همه‌شان تشکر میگویم. ای مردم بیدار، پناهت به خدا، تا دیدن دیدار، پناهت به خدا. خیر.